سلام. حالتون چطوره؟ عالی. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. خب برای یه مسابقه هیجان انگیز آماده این؟ بله. خیلی خوب. انرژی ها چطوره؟ عالی. خب یه تیم که داریم، یه تیمم رامبده و یارش، یه رفیقمون، دوستمون. من از دیشب دارم فکر میکنم من با این چجوری سر کنم امروز، یعنی از دیشب میزدم تو سرم. حامد آهنگی. سلام. بیا. خیلی مخلصم. سلام. سلام یارم. سلام یارم. سال نشسته تا حالا نگفتم، من حرف نزدم. واسطه بگو. سال نو همگی مبارک. سال نو شما هم مبارک. سال نو مردم کشور عزیزم مبارک. سال ایرانی های مقیم خارج از کشور. نه دیگه نگید، دیگه استاپ شد. نگید. من قبل از اینکه سلام کنم سلام بر تیم بازنده. شیرینیش هم آوردین. ببین 3 دوره مسابقات ادابازی اجرا شده، من هر 3 دوره بودم. تعداد باختای من از تعداد باختای همه بیشتره. یعنی چجوری میشه؟ و تو منو دعوت کردی یارت؟ خودزنی. خب حامد میدونی که من چند تا مهمون داشتیم توی این مسابقات و دانیال رو با تفنگ به عنوان تک‌تیرانداز اون بالا گذاشتم، گفتم اینا رو بزن اگه دیدم از اورتاشون برنامه. یکیش تویی. خب یکیش تویی، یعنی حواست باشه. بگو شیرینی چیه ماجرا؟ این داستان داره. یکی از مسابقاتی که من نمیدونم دوستان یادشونه یا نه، که 3 تا کلمه باید میگفتیم. رامبد جان داور بود. گفت همیشه میخواد من نبرم. گفت که 3 مدل شیرینی بگو. مثلا من 2 مدل گفتم، یه گفتم شیرینی صدفی. گفت نداریم. گفتم برم بخرم، منو گرفت. بعد 3 ماه خریدم اومده. این شیرینی صدفی داریم. شیرینی صدفی رو پول دادم طراحی کردن. همون دیگه 3 ماه طول کشیده. 3 ماه نشسته دم قنادی، خواهش التماس تو رو خدا واسم صدفی بزن. چیزی شبیه صدف باشه. هی یارو گوش ماهی زده. نه صدف میخوام. ولی چون خوردنش به شدت سخته، یعنی گاز میده میترکه. یه دونه بخوری ببینین. دیگه نمیتونم بازی کنم. پس بخورین لطفا. حسینی نخوری یا بیا خودم بیا برو. نه خب نه قبول چرا اینجوری نیست. میگی؟ چجوری بعد یه بار دیگه بدو. دیگه حساس شدم. جانم یه بار دیگه بدو. نه تو تون دیدی. نه اینجوری بدو. اینجوری واقعا. خب ببین حامد، خدایم منو شفا بده خدا. حامد فکر کن شیرینی تو دارن میخورن. فکر کن شیرینی خوردن. حامد همه انرژی منو گرفتم، من چیزی بازی کنم. نه بازی اول نشستنیه. بیاریم. بازی اول نشستنیه و اینکه لطف کنید هر گروه خب نه برای یه لحظه صبر کنین. الان در این شرایط و صاحبخانه این زمین مال شماست. شرایط چی اون پشتم داشتین با هم دیگه؟ جان دوست داشتین تمرین میکرد مشکوکین. ما چی حالا؟ ما هر امتیاز. ببین خانم ولدبگی رکورد چیکوندن. اولین گروهی که قبل از مسابقه اعتراض کردن، یعنی هنوز شروع نشده اعتراض کردن. یعنی اصلا چجوری میشه؟ خب چیکار کنیم الان؟ یه راهزنه یه قانون بذاریم. چرا مشکوکیم؟ میهمان 2 تا امتیاز میگیره. فوتبال مگه؟ اون میزبان تازه میگیره. میهمان میگیره. قانون جدید. اصلا من این چیزی دیگه داشتم. اصلا گوش میکردین شاید من می‌خواستم 2 امتیاز رو به شما بدم. بگو خب. من خودم بگم. اول هر تیم برای خودش اسم انتخاب کنه. نیما. بگو. اسم گروهمون نیماست. نه داغون شده. آبی چرا؟ من میگن سلیمانی انقدر قرمز بهار زرد.
حامد و ببین رامبد. خیلی شما داری منطقی فکر می‌کنید، اصلا اسم اینجوری نبوده. اسم اینقدر منطقی و درست و اینا نبوده. یه سری چیزای عجیب حامد آخه ندارن حامد رامبد دارن یه کارایی میکنن. نه حامد شاتاپانز. 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 نه یه چیزی هم باشه که بتونیم بگیم. تو میتونی بگی. شاتاپان. شاتاپانز. یادداشت بفرمایید که شاتاپانز. شاتاپانس. شاتاپانز. مثل آدامس و ایناست. نداریم باید بخرن. نه داریم. راحت ترم بخوای همون شاتاپانز. همون شاتاپانز. سه داره آخرش دیگه. شاتاپانز موزی یا شاتاپانز. شاتاپانس موزی. شاتاپانز موزی یا شاتاپانز نارگیلی یا شاتاپانز اسم تیم شما چیه؟ ما شاتاپانز. ما بفرمایید. هامبود. هامش منم. بودش منم. چرا من باید مسابقه بدی تیم هامود شاپاتانس رو داوری کنم؟ چرا باید این کارو بکنم؟ داشتیم یه کار دیگه میکردیم تو گفتی تو خودت خبران یا نیستی گفتی؟ آره ولی خب در حد مثلا شما ما میگفتید اعتراض نیم منظور هر مثلا امتیازا و اینا شاپاتانس بود. شد. همین کارو خیلی ندیه می‌کردیم. شاپاتانس تو توی- پذیرفته شد. تو سپند امیر سلیمانی کسی به چیزی میگه؟ اسم دیگه عزیزم. مرحله اول رو توضیح بده. نه چرا جدی تو؟ کیه؟ این چرا جدی؟ بده بپرم. بیا. جدی دیدی به من بگو. حتما. جدی نباشین بی خودی. شما مال کجای شمالی؟ انزلی. آو به افتخار انزلی. عید الان شلوغه ها. چرا عیدا همه شمال میرن؟ برای که جنوب سخته. کی گفته؟ نمیدونم هوایی باید برن دوره. شمال نزدیکتره. قرار شد شما شمال به بکشن کجا اونورتر جنوب نزدیکتره؟ بیارن. شما مثلا به کرمان که نزدیکتر نیست که. همون. خب شمال به مثلا چند جا بهار نزدیکتره؟ شمال شکوفه ها بیشتره. خب آخه پاییز شمال من نمیدونم از من چرا میپرسن؟ مگه من میگم برن شمال. الان جدی نیستی؟ تو به عنوان یه نه. شمالی باید جواب آقا باشی. من تقصیر ندارم نیان خواب. رامبد این تاثیر میذاره تو روحیه ما. مرحله اول چرا نمیگی؟ الان من باید بگم چرا ترافیک میشه؟ چرا عوارض میگیرن؟ چرا به زبون خودتون عید رو به مردم تبریک بگین. دیدی؟ همه میرن با زبون خودشون عید رو تبریک زبون میگن. ما فارسیه. یعنی فهمیدم. من زبانم محلی. فارسی و انگلیسیه. من متوجه نمیشم. همون انگلیسی منظورم بود دیگه. بفرمایید. هپی برزدی تو یو. اشتباهه؟ هپی برزدی نیست؟ عالیه. هر سال به من میگن چرا پس. رامبد تو این فرصت رو داری که یارو تو عوض کنی. به نظرم دلت میاد. اصلا نه. یعنی خب میتونین تش بگی باختیم ولی خندیدیم. من اصلا یعنی هم می‌تونی میبریم اینو هم میخندیم. خیلی خب. خیلی مرحله اول. بیا. یا خدا. اینا میخوان ما رو بزنن. تو هم کلا هیچ کار قرار نیست بکنی؟ بده من بود. بریم. تا اینا باشه نرمش نکنن. مرحله اول. بپر. با سر. میترسم بیام پایین شلوارم پاره شده باشه. خب مسابقه نداریم همین کارا رو بکنیم. مرحله اول اسمش صدا تصویره. از هر گروه یه نفر میاد پشت به نمایشگر ما میشینه. نمایشگر ناراحت نشه. نه. و در 1 دقیقه 5 تا تصویر پخش میشه. یارش از طریق صدا باید بهش برسونه که اون چیه. خب لطفاً نرسونین چون این بازی در سکوت خیلی جذابه. بذارین 2-3 تا بگذره. هیچ کس کمک نکنه. آره 2-3 تا که بگذره میفهمی خیلی جذابه. پس بنابراین 5 تا تصویر و برای هر کدوم 12 ثانیه و 60 ثانیه. امتیازش اکت. نه آره هیچ کدوم اینا قبول نیست. فقط صدا. چی شده؟
کسی که اینجا میشینه. کسی که میشینه فقط صدا. یعنی آره و یا نه هم نه صدا. خب وقتی نمیگی من آره و نشو من میگم. وقتی بگم آره که یعنی آره، وقتی هم که هیچی نگیم یعنی خب نه دیگه. بله دیگه، شما مثلا اوکی. حدس میزنی من میگم بله. باش. اگرم نباشه که هیچی نمیگم. چون شما مهمانید، برای اینکه شبهه‌ای پیش نیاد اول گروه آقای جوان بیان. بفرمایید هر کدومتون. چی بود این شامپو؟ اسم گروهتون چی بود؟ هامبورگ. تصویری که مثلا من میبینم صداشو در میارم، رامبد جان باید بگه. شما خب اینجا رامبد میشینی جان که که نمیبینی نمی‌بینی. پشت به اون. نه اونی که اینجا میشینه رو میبینم. بله. مثال زدم. بله بله. بعد شما واقعا خبر ندارین چه تصاویری واقعاً. قرار. نه چرا دیشب همه فیلمش فرستاد. آتیش چقدر زوج سنگ خوب انداخت با هم آهنگن. پیشون من. و فکر کردی یه چطوری چیزی با بهت هم بگم می‌شد؟ یه چیزی بهت بگم پارت قبل رو ندیدی تو. بله. خانم ولد بگی گفتم من خیلی حساسم، از بچگی زودم عصبانی میشم و دیگه به نظرم همینجا نه دیگه به مسابقه ادامه بده. هر جا احساس کردیم ما داریم پیش میریم بگید ما همونجا واسه. 100%. همینجا میتونستی انصراف بدی یا خودت خواستی آماده این؟ ادامه من بده. آمادم. شما آماده این؟ خود دوره رام بود. چی؟ چی دوره؟ میبینی؟ آره. به اون گندگی نمیبینی دیگه. بگو. عینک پس برای چی میزنم؟ و ببینی. برای این میزنی که اون از من فکر کنم برای کلاس و قشنگیه. بریم. از آخه تو یه وقتایی ریپلی نمی‌زنی. عینک رامبد هم نمیتونی ببینی. بهت بگم. والا نمیبینم، من خودش الان نمیبینم. عینکی چه ببینم. دوستان رامبد؟ داخل استودیو با هم میشماریم. 1 2 3. کبوتر. پرنده است. نی. بعدی. اره. آفرین. اره. بعدی. یه کارتونی نمیدونم. کارتون وای من باید بعدی. فیلم. آفرین. فیلم. ماشین. موریانه. تمام شد. خب برگرد. تموم نشد چرا؟ چرا دیگه 5 تا شد دیگه. 5 تا شد. تازه داغ شده بودن. اوه. مگه بود 8 تا باشه؟ گفتین 8 تاست. باشه 5 تا بریم. 5 تا. برگرد. مرشقات. آها. دیگه. برگرد داشتم صدا گفتم سلام مورچه. برگرد صداها رو ببین. اره رو کی گفتن؟ یکی. آره رو گفته. این من هم نمیدونم اینو چی باید بگم. نمیدونم. این اصلا اون نبود. اینم که این که دیگه عالی بودی، از خودش بهتر بودی. دندون من میگم این میفهمیدی؟ چند تا 2 تا ببخش عزیزم من نمیرم دو تو تا. نمیری چرا؟ اونجا؟ چرا؟ خیلی خوب. من صدای بهتری دارم. اره و فیل. درسته؟ 2 امتیاز. تو نمیشه نه. تو میری اول. تا تو برو. من برم یا تو میری. صبر کن. میگه خدا میگه من خیلی خوب صدا در میارم. خدا کنه برای من همش کارتون بیفته. همه رو بلدم. ولی تو که نمیشه چجوری کنم؟ بعد این چی بگه؟ خیلی خوب. کجا میری؟ بیا. مواظب بشه. بادیگارد داره این مواظب. میشماریم با هم. آهای. 1 2 3. زنگ تلفنه. بله. آفرین. آسون اومد برای اینا. حالا بله درسته. بله درست. خب همین دیگه. من هنوز نرفته. آب میوه گیری. مخلوط کن. آره آفرین. نزدیک شدی. بعدی. این که سهر ولدگیه. ماشین مسابقه. آها این درست بود. نه. بعدی. گفتن از بیرون خب این که صدا نداره. آهنگشو بزن. یادم نیست چی بود. هلا بیا از من. کارتونه. کارتونیش کارتونه ولی این اون بود. دری. آفرین. تموم شد. وایسا
وایسا گفت الان آهنگشو میتونی بزنی. الان آهنگشو نه زد، در شنیدم. گوشش زد. خب دیگه برگرد ببین. این که آسون بود. نه سحر خوب. اینو ببین. صدا مضر برات در آوردم دیگه. اینو میت میت. و میگ اینو میگ یادشون بعد رفت. درن 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 درن. دو امتیاز افتخار نامبر. آهنگ پلنگ صورتی. درست من اینجا گفتم بودم. دیگه. درل و تلفن آروم درسته؟ باش. یه ذره تو اول باید سخت بعد آسون. میرفتی. نیست هنوز نیست. آماده این کارتون بشمارم. ندید رامبد زنده هیچی بود. ندیده. موجود زنده. با هم میشماریم. 1 2 3. خوک مرسی. مسلسل نه با دستش. تیر فشنگ آفرین. سگ سگ بعد طول سگ حامد خیلی داری بازی میکنی. جغد قبلی چی بود؟ خوک فشنگ اینو اشاره کرد قبول نیست. داور داریم. بوشوکه. بوشوکه چیکار کنم؟ خب بوشوکه میگه دیالوگ نگی. نیست من دوست دارم با من این بود. این خب چرا آهنگ میزنی؟ خب فلکه ها آهنگ خب میزنن. باشه منو بیشتر جغد 3 تا گفتی ولی. اجازه من سه بدین تا بازی اجازه بدین. فشنگ رو با دست اشاره کردی. جغد رو هم بازی کردی. یعنی جغد اصلا صداش در وجهی کرد. اداشو در آورد دیگه، صداش نبود دیگه. داوره دیگه بالاخره دیگه. داوره. درسته؟ شما هم از میتونی همون بالا بزنی. همینو میدیدین. درسته؟ 1 امتیاز. من یارمو نمیزنم و یک قوانین اخطار. کارت زرد. چون کاری که نباید انجام میدادن انجام چیکار دادن. کرد؟ یک امتیاز گرفتین در این مرحله. 1 اخطار هم بهتون میدم. فکر اختار بعدی امتیاز کم میشه ها اخطار یه امتیاز چرا؟ کم میشه برای اینکه کاری رو کردن که نباید میکردن. خب، من امتیاز تاکید ندادی کرده دیگه، بودم عزیز که من. نکنن این کار. بفرمایید. ای این بابا مسابقات چه همه شرایط میشه. من بیرون پیچیده و میبینم سختی شده این مرحله خیلی بده. من موندم فقط تکون بخوره. من احتیاج به آینم دارم. جغد چیکار کنیم؟ نمیشمارین؟ میشماریم. 1 2 3. صدا خودش در بیارم دیگه. کرگدن چیشی آبی اسب آبی آفرین این اسب آبیه؟ با چشه نکن لولای در پشه صدا مگس. در بیار موش نه اون تموم شد. بعدیه. بادکنک لاستیک ترکیدن آقا ما از این چی؟ بادکنک بادش سر میره. کجا این صدا رو میده؟ برگردیم همین اسبابی رو گفتم. این صدا رو چیه؟ بگو. صدا رو بگو. بعد پاک کن آها. اتوبوس نمیشینه خانم ولد بگی. اینو باید میگفتی راهنن ساعتاتنا. و گروه چامانتاس نمیدونم چیزی. شپاتان. شپاتان. شپاتان خیلی خوب. در مرحله صدا تصویر هر دو گروه 3 امتیاز کسب کردن. مسابقه خیلی داره جذاب میشه.
و این روزا هر کی منو دیده گفته طرف آقای جوانو میگیره. آقای جوان امروز حواست به خودت باشه، امروز روزیه که من میخوام خودم رو ثابت کنم. همه به دوربین نگاه میکنیم لطفاً. میشمارم 1 2 3 بفرمایید آقای جوان. مساوی و آقای آهنگی. مرحله سختی، من تا حالا مرحله رو بازی نکردم. مثلا باید نمیدونم کرگدن ببینی صداشو در بیاری، بعضی کارتون خیلی سخته. بوشفک و چجوری من صداشو در بیارم؟ همین که مساوی شدی حامد دست جان. دستم بردار. 3 مساوی. میخوام خاطره خوشی از من داشته باشی. امیدوارم. بگه با حامد خندیدیم و بردیم. امیدواریم. این مهمه. این مهم. دیگه هفته که خیلی خندیدیم. آره. حامده. نمیگم از اونا. اینا جواب از حامد. حامد هم چیزی برای از دست دادن نداره بنده خدا، انقدر باخته. آره. یعنی حامد اصلا از خونه که داشته میومده بیرون گفته یه بار دیگه برم ببری ما میدونیم و تو. آره. من برم ببازم بیام. بیام. آره. ما میبریم. خواهیم دید. ولی من بیا نگاه فامیلشون اون پشت داره تیکه میندازه میگه نه خواهیم گفتم دید. خواهیم دید که شما میبرید. چرا آخه آره. روحیه‌مون از دست نمیدیم. ندین. ما مسلطیم. ما مسلطیم و آماده. نکته اینجاست که ما جفتمون انقدر بازی برامون چیز مهمیه و انقدر تمام وجود و هوشمون رو خرج میکنیم، انرژی میذاریم، ماجرا رو دریافت میکنیم. نکته اینه که تو قضیه رو دریافت بکنی. دریافت کردم. تموم شد. حامد یه لحظه میتونی الان عید رو به یه نفر تبریک بگی؟ مادر عزیزم عیدت مبارک، سالهای سال سایت بالا سرمون باشه، دوستت دارم، عاشقت. نمیخوای عذرخواهی کنی که سال تحویل پیشش نبودی؟ بله ببخشید. سعی میکنم سال بعد پیشش باشم. ببینیم چیکار برای مادر موفق باش. همسر عزیزم تولد ما. نه دیگه برو. بفرمایید. خواهش خیلی عذر میخوام، من این نکته رو باید بگم به خندوانه تو خونه. اونم اینه که وقتی من از نیما خواهش کردم که تشریف بیارن به خندوانه، نیما پرسید که چجوری بیام، مثلا چجوری بپوشم. گفتم من کت میپوشم. گفت پس منم کت میپوشم. دقیقاً برنامه امشب من کت نپوشیده بودم. خب و برای اینکه تو داشتی میادی آبروم نره جلوی تو کت پوشیدم، اصلا لباسم عوض کردم. اگه یهو دیدین لباس من عوض شد، ماجراش این بود که قولی که به نیما داده بودم خواستم عملی بشه. آخه مرسی ممنون. ما دیدیم قراره بیایم عید دیدنی. بله گفتیم دیگه، بله. عید منم دیدنی این نکته بیایم. بگم. منم به سفنجان قول داده بودم شلوار بپوشم، پوشیدم. بقیه اوقات چقدرم شلوارت قشنگه. خیلی شلوارت قشنگه. باشه صاحبش خوبه. برادر خاکیشه من میدونم با تو مال منه. نه بابا. بله. میگم که شلوارش پوشیدم. با چمدون از سفر اومد. آره. و خیلی چیز نبود. از هر کی سر خیابون و تو کوچه و اینجا یه تیکه قرض گرفتیم. چیز کردیم دیگه. الان در خدمت شما هستم با لباس. خواهش می‌کنم. مگه باید منو کروماکی میکردی. خیلی خوب. مرحله مفهومی. اسم این مرحله پایینه. من میتونم برم؟ نه باش تو میتونی. اسمش مفهومیه. هر تیم 6 بار و هر نفر 3 بار این مرحله رو اجرا میکنه. برای هر بار 1 دقیقه فرصت دارین. میایین اینجا، ما بهتون یه سری پاکت تقدیم میکنیم، شما یه دونه رو انتخاب میکنید. اسم یک شیء در اون پاکت هست. یه بار دیگه شیء میگی؟ شیء. خب خیلی خوب گفت. و شما باید چی رو بکشین؟ هر چیزی که میتونه اون شیء رو به یارتون بفهمونه، ولی بجز اون. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی یک شیء شما میگی برمیداری که چنگاله. اون شیء رو نمیکشی. اون رو نمیکشی. خیلی خوب. اون سری ما شروع کردیم، خودتو بکشی ما شروع نمیکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. هر کدومتون که برو بفرمایید. افتخارش. هر 30 ثانیه رو نمیگیم. آها من معذرت میخوام. خیلی متشکرم از آقای. 1 دقیقه وقت دارید. بله. هر 30 ثانیه‌ای که اضافه بیارید 1 امتیاز خواهد داشت. آماده این؟ من فضولی دارم میمیرم. میشوریم با هم. یه علامتی داد. یه اجازه. علامتی داد. آماده ای؟ هر وقت آماده بودی نگاه کن بگو. مردمکشو. نگاه.
نگاه داره میگه. بله حاضرم. میشماریم 1 2 3 خدا سخت باشه. منم ببینم. یادت باید بگی ها. خودت نباید بگی. باشه. خونه است. خب بعد بایستیم تموم شه. خب من نمیبینم. نمیبینه ها. آشپزخونه. تلویزیونی که داره آشپزی نشون میده. نه کموده. خیلی داره با حوصله میکشه. کمد. نه فکر میکنه میخوان نمره نقاشی بدن. آینه. تمام. چی بود؟ که چیزی شبیه این بوده. چوب لباسی. نه من به خود لباس میکشیدم فقط. آره. خب بعد من کجا بفهمم موقعی که درست گفتم یا اشتباه گفتم؟ آها صدا خودتون نمیشنوی؟ نه اصلا هیچ صدایی نمیشنم. نه خب موقعی که شما نباید بگی ما بشه. دست میزنیم میگیم بله فلان. خب از این چیزا بفرمایید خواهش میکنم. میرم. خیلی اینم رو گوشته. من جامو میتونم دوستان تغییر بدم؟ بله. بله من به خاطر قاب دوستان لازم شد میتونی بیای جلو. ایستاده. آره. رامو جان هر وقت حاضر بودی بگو ما بشماریم. میشماریم 1 2 3 پیرهن، کت، شلوار، اتو. باریکلا. الان متوجه شدین اگه بگین ما سریع قطع میکنیم و بفرمایید خانم بلد. اوهو. تایم رم لطفاً. 46 ثانیه 46 ثانیه 46 46 ثانیه گذشت. نه 46 ثانیه ذخیره. یعنی 2 امتیاز. وای خدا. میشماریم با هم دوستان 1 2 3 شیء. باغچه. پنجره. تا صبح بهش وقت بدید. این نمیتونه. خدا شکر. دودکش. پله. ماشین. درخت. دیوار. چی بود؟ اجازه بدین بردارینو. برداری؟ آخه قشنگ آهنگه. میدونم ولی بردار. این برعکس حال یه داره. چیزی بگم من که میدونستم چیه نفهمیدم. یعنی اینقدر سخت کشیده بودن تیراهن. آقا من چطوری تیراهن اونایی چیه بگم؟ بخش بلا کردی این اون چی بغل؟ بود این؟ این مثلا عرس این چیه؟ که قرار بود چکش باشه. یک اره و ثانیه چند دیگه کش چرا؟ وقتم بیشتر بود میفهمیدم ها. چند ثانیه؟ 1 ثانیه. به خدا نمیفهمید. تو یه یه موقعیت بهم میدادی. تیراهن رو چطور باید بکشی که به تیراهن برسی؟ نه آجورا رو که داشتی میکشیدی نزدیک شده بودم. حامد میای یا بیام؟ تابلو رو بیارید آجورا جلو. رو فهمیدم. من از اینجا جلوتر نمیرم. 31 ثانیه. چند بعد ثانیه بهش وقت می‌داشتیم. بدیم بیاد والا امتیاز کم کنه؟ اومدم آقا اومدم. عصبانی هستی بریم برام بردار. نمیداری هرچی بخوای میکشی نه؟ سخته. چنگال باشه. شیء آسونی باشه. هر وقت حاضر بودی بگو باش.
میتونم دوباره ببینم؟ فراموش کردم. میتونم نه من سریع باید بکشم یادم میره. میشواریم با هم. 1 2 3. آهن ربا، اون یه قرقره است، قرقره و سوزن، کت، پیراهن، لباس چرخیاطی، به خیاطی ربط داره، یکی از وسایل خیاطیه. خب میشه این 20 سوالی برخورد کرد. پارچه، کت، لباس چیه؟ دکمه. خب جیگرتو برم من یه پیرن میکشیدی جای جا دکمه ایشو میزدی این ورشو نمیزدی. گفتم شاید خلاف میشه باشه. خب در این حد؟ هر چیزی غیر از داشت سعی خودش. میکرد یه پیرن بکشه. نگاه کن شما اون پیرنو. سعیشو کرد. جا آفرین. دکمه رو بلد گوش نبود. خرگوش بود آستیناش. نه من به خدا گفتم شاید خطاست که من جای دکمه خطا رو بود. بکشم جاشو نذارم. نه دیگه ولی خیلی اتو بود راحت من میشه. میز اتو رو کشیدم. خطا. لطفا ماژیک رو اگر لطف کنید. چرا؟ خیلی. خب دکمه میگفتی مثلا پیرن سوزن. بفرمایید گروه نه من گیت شده شاپاتان. بودم که یک شاپاتان. مسئله برای شاپاتان. خیاطی. نه الان فهمیدم سریع میتونیم بکنید الان این حرفا، فهمیدم میتونیم اینا. ارتباط ارتباط برقرار کنیم. برقرار نشد. بعد من منم حواسم ببینم. نبود اصلا ارتباط برقرار کنم با خانم. آره اگه جای دکمه رو میکشیدم خب راحت میگفتی و من ترسیدم بکشم. انقدر که این ما رو ترسونده. ریختش خوب نیست. هر چیزی غیر از خودش. خوبی؟ میشماریم. 1 2 3. حیوونه، به حیوان ربط داره، به باغ وحش ربط داره، بارکشه، بار میبره، اسبابازیه، توی دارته، نیما راهنماییش کن. ها؟ شکار، شکارچی، تیراندازی، دارت، تیرکمون، ابر، نقاشی. واه. همه ابزار شکار رو گفتین به جز تفنگ. خوب کشید ولی. خیلی خوب کشید به افتخارش. هی میگم گیمای اسنایپری بازی کن مال همه. آقا نیما هدفون منو میدی؟ نمیشه بگوش کن. حست چیه؟ چه حالی داره میکنه؟ تیرکمون نمیستم باید اینجوری خوبه؟ میکرد که یه چیز چی دیگه داره شه. میگم من؟ گفتی دار. بیا حامد. دوستان میشماریم با هم. 1 2 3. داری پنجره میکشی؟ آره پرده، پنجره، بارون، قطره بارون، ابر، باستم، شرشر بارون، پاییز، زمستون، پاییز زمستون با پنجره میرن جلو. نمیبینم. آها، شومینه، بخاری، شوفاژ. بله. من هستم بهتره. بله.
عالی بودی. مخلصم. موتورخونه کشیدی، آره. منبع انبساط آره، کشیدی، آره. منبع دوجه داره. عزیزم زمان ما باقی خیلی مونده علمی هستیم 21 ثانیه. خوب اون 14 تا رو شده عالی بود. چقدر سخت بود. یه جوری چپ چپ به من نگاه میکنن من با این بازی کردم تو وقت داشته باشی فکر کنی اونجوری رو کلمه بگو من هدفون رو بزنم رو بچه‌ها نیما بگو. میشماریم با هم 1 2 3 آفرین. یه جعبه است، کشوه، جعبه کفشه، جعبه جواهره. این که این دماغ و دهنه، دماغ و دهن، جعبه دماغ و دهن، جعبه دماغ رو میذاریم اون تو، جعبه که دماغ میذاریم توش، کشوی کابینت دماغ نمیذاریم توش. تلنکس آره نه رو ضرب گفتا عالی تو عالی. داور داریم آقا باید چشم شما 20 ثانیه خیلی باحال. آفرین. ببین یه چیزی تو خودش هم نیما حدس میزد، چیزی گفت مردم از خنده. گفت آخه تو کشوی کابینت دماغ نمیذاری. بلند گفتن. دماغ میذاری آره میرن خونه اینجوری میکنن اینا تو خونه. آره ببین رامبو همون عملیه رامبو دیگه. نه دماغ عروسی دماغ بیرون دماغ فیلم دماغ ما بازیگرا زندگیمون اینجوریه. بله. میشماریم 1 2 3 آینم گذاشت. این یه میزه. آها سفره عقده. آینه شمدون. درسته خب اونی که الان اینجا کشیده چیه؟ شمع دیگه، جز شمدون نیست. شمدون آینه شمدون خیلی خوب. شمعشو کشیده بود. نه شم کشیدن دونشو نکشیده بود دیگه. خب از کجا معلوم اون مستطیله میتونه دونش باشه؟ نه دیگه خب فقط شمع شعله است. شمع یه بدنه‌ای هم داره دیگه، فقط شعله نیست که. نه تو خونه ما فقط شعله هست. فیتیلشو می‌ذاریم تو دست. خونه‌اش کمد دماغ داره از این چه انتظاری بله ما اینجوری هستیم. کشوی دماغ. ما همچین آدم ما همچین خانواده یاد اون خونه نری وحشت میکنی اشتباهی در کمد پر دماغ نه جا ممکنه بری دماغشون رو نزده باشن. آره بعد اصلا یهو بی هوا بری اون که دماغ بعد ندارن. یه در وا کنی کمد و همه دماغا با هم عطسه جنگ زده میشه بهت حواس جمع. میخواین اینجا واسین ببینی؟ هر وقت حاضر بودی بگو بشمارم. بریم. میشماریم 1 2 3 من مقام مطمئن شم من به همه خوب بود عالی بود. آفر کارخونه بوده بود به قطار ربط داره. گاز قابلمه. گازه چیز اجاق گاز قابلا سوپ. شومینه. تو آشپزخونه است. بخارپز. بو دود آتیش دود. نه داره
نه بیا بیا. بخار میره بالا، آتیش میگیره. گفت دود. چی شد؟ هود. هود. بله گفتم دود. ببخشید. معذرت. دود گفتی؟ نه ولی خیلی نزدیک شد. ولی خیلی نزدیک شد. خیلی آقا نزدیک اجازه شد. بدید، دلیل نمیشه وقتی نمیگن درست تشویق نکنین. ولی خیلی نزدیک شد. من دفعه سومم اومدم. عین خودشون. بله هر دوبارشو من گفتم. شاه حسینی یه بار دیگه بیای سمتم. اینقدر خودمو میزنم. نشد یه چیز خوب به ما بده. اینو میده که ما نشنویم. خب وقت میخوای؟ خودمو میزنم. نه بابا الان چند یه خودت چند؟ بزن. میدونم. تو گذاشتی قبل. میشماریم 1 2 3. کفشه. خب جا کفشی؟ بنده کفش؟ اسنوک؟ پاشنه؟ نه. باکس؟ بله بله بله. شما واکس. نه راحت میاد. و زمان باقی مونده 46 ثانیه. 2 تا 46 دارم دیدی؟ من باردیم. من الان اونجا بودم ها. سپاسگزارم از حمایتاتون. از حمایت من عدد 3 رو به 2 ستاره برای حمایت از ما. آخریت خانم. این آخرین دیگه نمیرم نشاط تا اونجا، همینجا میشمارم. نیما جان این آخرین باریه که تو میگی. از حواست جمع. دوستان با هم میشماریم. لبخند زد، میشنوم. 1 2 3. اوه یعنی حواسم بهت هست. نظرم که شی نیست. چت چت. بله. رکورد زدی. باریکلا ماشاءالله. چند تو تیم ما ثانیه؟ نیستی یا؟ میپرسم میگم خدمت. نه اینو نمیدونست. من خوشم نمیاد. من نگفته نه. رامبو تشویق. زمان باقی مونده خیلی خوب. 46 ثانیه. من برم. تو باید بری. کدوم بردارم؟ میدونستم هیچکی نمیگه کناری. من میخواستم بگم راستی. راحت داری چرا گفتید؟ یادت موند خیلی آره و بشماریم خیلی قشنگ. میشماریم 1 2 3. نخ سیم ای بابا باز دوباره لباسه. چرا یقه هاشم تار پود یقه گنده است. پارچه اون نخه اون لباسه. اون یه شاله اون کاموا میله بافتنی 100% بعدشون میگم. بله دیگه. یه چیزی بهت بگم خیلی جالبه. من اون کاموار کشیدم یا همه گفتم میله بافتنی. نه بابا شوکه شدم. انقدر زود گفتم الان میگی. نه من سنف آره نه آخه دیگه بد کشیدم واقعا نمیدونم. نه نه، بعد قربونت نکشیدی. برم. میدونی چی شد به نظرم اینو کشیدی رامبد گفت نخ گفتی نه. نه گفتم اینجوری کردم. نخ یعنی کانواس دیگه بالاخره. خب نخ اگه میگفتم نخ میفهمیدی؟ شال گردن رفتی میشه. شال گردن رو باز زودتر. فضولیم خب بالاتره لطف که میکنید اینو جمع ببرم. امتیازات شماره چه جمع بودش؟ امتیازهای گروه شاتاپانس بله 2 امتیاز بابت اجراشون، 1 امتیاز بابت زمانشون، در کل 3 امتیاز. 3 امتیاز هم از قبل داشتم، میشن 6 امتیاز. 7 تا اختار داشتن.
و گروه هامبود 4 امتیاز بابت اجراشون، 137 ثانیه داشتن که میشه 4 امتیاز. 8 امتیاز از این مرحله، 3 امتیاز از قبل، 11 امتیاز. نه تابلو پارتی بازیه. روحیه مهمونامون رو خراب نکنیم جانم. ما اجرای ما چیش از اجرای شما کمتر بود؟ چرا؟ ثانیه‌اش خب ما هم چت رو گفتیم. شما حدساتون کمتر بود، زماناتون بیشتر. خب باشه الان نمره اجرا دادن. ما فکر می‌کردیم که باید اونا رو حساب کنیم. اگه باشه که خب دیگه باشه دیگه. 1 2 3 بریم بیا. داوری و داوری بی‌نظیر. داوری خیلی افتضاحه. سپهرداری شب به یاد موندنی. بازم بردیم. ای بابا چه شبیه واقعا، چه شبیه رام بود. شب افتخارآمیزیه. شب افتخارآمیزیه رام بود. دارم به افق خیره شدم و نگاه میکنم. چطور بود؟ عالی. مرحله هی بگو حامد میبازه، حامد میبازه، یار مهمه. نصورا رادش، مرداد میناوند، نیما نکیسا یاد. مشکل یار بوده پس. هم نیما هم نصرالله هم مرداد عزیزم هر سه عالی. حالا به هر حال هم بردیم هم باختیم دیگه. بله بله. با اونا برده خوبم داشتیم. بله ممنونم. ممنون نیست. نه بفهمید عید به هر سه عزیزم تبریک. ما همه سعیمونه کردیم. همه سعیتون این هر چی بود. در توان داشتیم انجام دادیم. خب نگید گاهی اینو. پیش میاد دیگه آدم میبازه دیگه. ما داشتیم ببین حامد آهنگی رو همه بردن، اصلا خیلی به نظرم. یه کاری بکنیم حامد آهنگی همین الان حذف شه. آره این کارو اصلا بکن. نباشه دیگه اینجوری شاید بتونیم. 5 امتیاز کم داریم ولی میشه. سال نوتونه دارید با باخت شدید. وا به قرآن حساب ندارم ما. به نیما جان گفتم توی یه جای دیگه این مطابقش هم میبرید. بیتو منو ببره. ببازیم. آره. بهتون میچسبه خدایی؟ آره. اونجوری ببازم؟ آره. نه تردید داره. نیما رو نگاه نکن با من مردم صحبت کن. جفتتون ساده من حاله صحبت بگید کن. آره من میبازم. میدونم که حالت حسابی بده و ما الان میهمانیم تو زمینه میزبانیم. آره خب خودت سخته. می‌بینی؟ بله. بعد 250 نفر تماشاچی محترم اینجا نشستن. همه طرفدار تیم رام یعنی یه بود. چیز اتفاق میفته که خب باعث میشه که ما الان 5 امتیاز عقب افتادیم. همه چی ولی علیه. جبرانش میکنم. خواهیم دید. میدونم میتونم. واقعا مواظب باش که سال جدید رو با یه باخت شروع نکنیم. حواستون جمع کنیم. بد چیزی گفتم. آره. اینا مشکل قضیه من با اینه. حالا فیلم پخش میشه همه میبینن که ما چیکار کردیم. معلومه. باید بره. بزک. نه میر بهار بیاد. خب بزک مثلا بز کوچولو رو وسط بازی میکنم تو میفهمی جایی. بزک صدا نمیشه. چرا نمیشه؟ پانتومیمه. مگه پانتومیم. آره پانتومیم صدا میشه در آورد. میشه در آورد. میشه. میشه یا نمیشه؟ پانتومیم صدا میشه در آورد دیگه. این میخواد همه چی رو در آن واحد براش تازگی داشته باشه. بعد همینطوری امتیاز کم میاریم دارن برنده میشن. و این آبروریزی پیش اومده تا الان. نه آبروریزی که نیست خیال نیست. بازنده هم شدیم آقا جوان نوش جونشون بردن. عجبه. برنامه خودشه خب معلومه میبره. بله. فکر کردیم میذاره ما ببریم. بفرمایید تو خانم. خانم ها و آقایان اگر قصد سفر دارید و میخوایم با اتوبوس به جایی برین خیلی راحت یک رو بفرستید به 2444 اینجوری لینک هوشمند اپلیکیشن ایوا براتون میاد روی گوشیتون میتونین نصبش بکنین و خیلی راحت میتونین برین توی تهیه بلیط اونجا برای خودتون بلیط اتوبوس تهیه بکنین ساعتش رو و ترمینالش رو و مقصد و مبدأ و اینا رو همه رو مبدأ و مقصد رو همه رو تنظیم میکنید خیلی راحت تشریف برید موج دوم سفرهای نوروزی آغاز شده جا نمونین و میدونین که این سرویس ها هم در روبیکا وجود داره هم در ایوا وجود داره و شما هر کدوم که براتون راحت تره میتونین استفاده بکنین پس بفرمایید یک رو بفرستید به 2444 چکر اومدم عزیزم خب انرژیا چطوره؟
خیلی هم خوب. مرحله ادابازی. هر تیم 6 بار 5 بار میاد بازی میکنه. دوباره مثل مرحله قبل از توی این پاکت ها انتخاب میکنید. ضرب المثله. خب باید ضرب المثل رو بازی کنید. 1 دقیقه وقت دارید. هر جواب 1 امتیاز داره. هر 30 ثانیه اضافه 1 امتیاز داره. اما یک تفاوتی با بقیه مسابقه های ما داره. شما اگر بیاید همینطوری معمولی بازی بکنید، همین قاعده‌ای که داره گفتم، یعنی همین قاعده‌ای رو داره که من گفتم، 1 امتیاز اجرا، اگر 30 ثانیه اضافه بیارید 1 امتیاز. اما میتونید بیاید اعلام کنید، بگید من برای 2 امتیاز بازی میکنم یا برای 3 امتیاز. بیشتر دیگه نمیشه. یا 2 برابر باید بکنید یا 3 برابر. اگر بتونید بگید 2 یا 3 امتیاز که انتخاب کردید بهتون اضافه میشه. اگر نتونین اون ازتون کم میشه. ریسک. خب یعنی یه جوری ریسکه. شما اعلام میکنید که خودتون بله. به افتخارشون حامد جان من برو. رمباج رامبو دپا طلایی امید تیم مایی. رامبو دپا طلایی امید تیم مایی. بریم. عادی 1 امتیاز. عادی. قبل دیدن باید بگی. بله دیگه. نه بعدش بخوای وقتی جواب دادیم بگین. اصلا نظر چیه؟ بازم آهنگر رو باید گوش کنی؟ بله همون. دقیقاً همون. شما این آهنگر رو گذاشتن برای بازی ها. شما میری تو آهنگ بازی رو فراموش خب میکنی. به این بگو. منم ببینم. قشنگ بود آهنگه. بله هر وقت حاضر بودید بگیم بشمارم شما لطفا. من میشنوم. من نیاز نیست گوشمو بذارم. دوستان میشماریم با هم. 1 2 3. ضرب المثله مثل آب خورده. آب آب تو هاونه. این چی کوبیدن؟ این چیه بردنه است؟ داره نون درست میکنه. آب نمیخوره. آب و نونت. آبت کم بود، نونت کم بود. آب ریخ. خورد. زبده نمیخوره. آب نمیخوره. آب نداره. آب نداره. نون میده. نون داره. آب نداری. نون که داری. آب نداری. نون که داری. آب نداره. نون که داره. آب ندارم. نون که دارم. یه چیزی برای من چیزی نداره، برای تو که نون داره. عالی بودی. این دوستمون تو ثانیه 10 تشخیص داد. تشویقش کنی. کی؟ تو آفر. برای من نون نداره، برای تو آب که داره. بچه‌ها من یه نوید به 2 تا تیم بدم، چون بالا داشتیم ضرب المثل رو انتخاب میکردیم. سخت‌ترین ضرب المثل برداشته شد. یعنی این سخت‌ترینش بود تو اونایی که ما انتخاب کرده بودیم. شانست عالیه. این از همه سخت‌تر بود. ببینید 3 بار یکیتون بازی میکنه، یکیتون 2 بار. هر کدوم فکر می‌کنی بهتر حدس میزنید بشینه برای نیما تو بهتر حدس میزنی؟ چرا؟ بالاخره الان یه دونه رو باید بیام آیا دیگه. آهنگی؟ یکی رو من 2 تا رو تو بعدش. جانم لطف میکنید. نه هدفون رو میگیری نه هدفون رو میدی. چیکار کنیم باهات؟ من مرض دارم دیگه. همه میگن این میشه مرض. خب ببینه. ندیدم هنوز. بذار ذره ریلکس باشم. این بهم دلشوره میده. نه حالا بذارید بی زحمت. 1 2 3. خونه، ستون، این ستون، اون ستون، از این ستون به این ستون فرجه. بیا نیما بیا. باری کلا. از این ستون به اون ولی اشکال نداره. داور داریم. بابا ما مصدوم شدیم.
خود بردار بده بیا. و اینکه چون اعلام نکرده بودن برای امتیاز اضافه همون 1 امتیاز حواستون زمان باشه. باقی مونده بله این 2 و بله. 3 شما لازمش دارید. این قانون اصلا برای شما گذاشته شده. دوباره 38 ثانیه. 38 ثانیه ماشاءالله. خب این همه از 38 ثانیه خوبه. یعنی اینکه از تایم این اضافه مرحله تا اینجا یه امتیاز گروه دیگه. رامبودینا امتیازی نگرفته از این یک اجرا، شما 2 امتیاز خدای گرفتید. شکرت طلا. کلا ما هرچی رفتیم بگیم امتیاز برداره بالا. آره دیگه، الان دیگه ما الان- چه به بازیم چه نبازیم دیگه. پاکتا کو آهنگ جان بیا. از این ستون به اون بود. این مگه به این چی نمیشه. گفتم؟ گفتی از این ستون به این ستون. این اون. نمیشه واقعا اینجوری. چه جدی داره گوش میکنه. من مرض دارم. خانم بلد کنم. نه گوش نمیکنه، داره فکر میکنه چجوری مثل سربریستت کنه. میشماریم با هم 1 2 3. ها قدم گنده برداشتن، اون که چالس، درس، فرشه، پا تو از گلیمت بیشتر دراز کردی. باریکلا. آره؟ بله بله. من گفتم تو 5 ثانیه. شبیه نه نفهمیدم اون چیه. به افتخار همه بزنید که همه گفته بودن. شما به همین زبان مثلا داشتین فکر می‌کردین یا نه یه چیز دیگه بود؟ نه. من درست کردم ما نگاهتون درست تو نگاهتون یه پاش از گیلمش درازتر کرده خاصی نه می‌دیدم. تو نگاه هم توی این مایا بود که حالا بعدا بازم جای دیگه میبینمت. رامبد اینو چرا دادی به من الان چیکارش کنم؟ نمیدونم. تو هم گوش بدی. یادمون نره نیما امتیاز بده. زمان باقی مونده 35 ثانیه. 35 ثانیه. آها بله ولی الان ولی برای به من آهنگر رو گوش کنده اون برم توجه کن اینو خونه میارن. آقا چند برابر میشه کرد؟ میتونید بگی 2 برابر، میتونید بگی 3 برابر. 3 برابر. و اگه نگین 3 تا امتیاز کم میشه. باشه بابا دیگه آب از سرم گذشته دیگه چه فرقی میکنه؟ میشماریم با هم 1 2 3. این یه چرخ خیاطیه. خیاط بزرگی هستی؟ خیاط. این یه کوزه است. یه کوزه است. خیاط تو کوزه افتاد. باریکلا. آفرین. باریکلا. اجازه امتیاز. زمان باقی مونده 35 ثانیه. 35. 4 امتیاز گرفتن. 4 امتیاز گرفتید. فقط برو نیما بسه جان برم یه بسه. چیزی دیگه، یه ذره اینجا زمان مهمه. یعنی گفتی خب کوزه رو داری میگی الان خیاط تو کوزه افتاد، یه ذره خیاط تو گوزو 3 امتیاز آقا بگیرم. بگم گوش 3 امتیازی بکنم. نگم بچه‌ها 3 تا بریم 3 تا. نه چه یا 2 کاریه؟ بریم 2. با جون و دل بازی. من احساس چند می‌کنم امتیازی بردارم؟ 2. بچه ها یارم میگه 2. هر چی خودت دوست داری. نه آقای داور 2 برابر. 2 برابر. تو که برای تو که نون نداشت، برای اون که نون داشت. اینه همین. نمیذاری بیا. همچنان ببخشید. نه؟ بیا. خدا یادم میره عزیزم. دوستان میشماریم با هم 1 2 3. سیگار دود کنده دود از کنده بلند میشه. من 3 برابر می‌کردی. من برم تو میگی نداره، تو نداره. آهنگ گوش میدی چیکار ثانیه. میکنی؟ تعداد ثانیه؟ ثانیه آقا ثانیه. تعداد حتما باید ثانیه نیما بیاد. آره آه. قانونه. 55 ثانیه. 55 ثانیه. 5 ثانیه. نیما بیا. حتما نیما باید بیاد. گفتم اول دیگه، گفتم اونی که حدس بهتر میزنه بشینه 3 بار، برای اینکه خیلی داور قاطعی ام مثلا مشکل چند برابر؟ 3 برابر. 3 برابر. برابر؟ نیما باید چند برابر تو بکنی؟ 3. 3 برابر. میشماریم 1 2 3.
پول، اسکناس، پول دارم یارمه. تا پول داری رفیقتم، عاشق بند کیفتم. حساب کتاب، حساب کتاب، آبده حساب کاکا برادر. باریکلا. مسابقه الان داره میچسبه. مراحل قبلی خوب نبودید. من راضی نبودم. تو راضی؟ من الان راضیم. بدبخت شدیم رسیدن. زمان باقی مونده 32 ثانیه. 32 ثانیه. فقط به خاطر اینکه خیلی خوشگلی پسر خوبی هستی 3 برابر. عاشق. افتخاره. یادش نمینداخت، این حواسش نبود، بی هیچ برابر میرفت جلو دیگه. مرسی عزیزم. شیرینی صدفی بهت میدم بیرون هست. انشالله به بازی. اونو میخوام. نه دیگه. 3 برابر حامد امتیازم ازت نگین کم 3 شه. امتیاز منفیه ها. نه اینجوری نبود. چرا اینجوریه؟ 3 بگی 3 امتیاز میگیری. نگی 1 امتیاز و نیم کم میشه. این قانون فیفا شما نمیتونید تغییرش بدید. قانون جدید. اوکی مشکلی نیست. تهش میبرن دیگه. عکس منو میزنن توی قندون میگن این زرمون بزنه مسخره بازی نیست. بشماریم 1 2 3 آب. گوش به آب، گوش آب گوش سر به آب زدن، آب از سرش گذشته. سر گوش آب گوش میده. سر و گوش به آب دادن. باریکلا. خودشو بازی کردم. چیکار کنم؟ عاشقم. وای خدا میتونستم نگم. 3 تا بالا. ثانیه همون چقدره؟ 28 ثانیه. خوبه داریم. 3 برابر. داریم 3 برابر میکنم. 3 برابر. 3 برابر. نکن این کارو خانم تو رو باید بگی خدا. با من. خودش خب الان سخت بشه چی؟ ببین رودم سر گوش این آبه. این داره چیکار میکنه؟ ضرب بزن رو ولش کن. این داره چیکار میکنه؟ باشه بریم. میتونستم نگم. آره 2 دقیقه میکشتم خدا. نیما ببین به اون نیما سره. بگو به حواسش اونم آب آب نباشه. خب نمیده آهنگ نباشه. چشت به چون ضرب اونجا بزنی باشه. تو مایه این نیست. میشماریم با هم 1 2 3 بگو. دندون. این دندونه. دندون یه اسبه. دندون اسب پیشکشی رو نمیشمرن. باریکلا. چه خوب اسب شدی. دارید جلو میفتی شیطونه. دارن جلو میفتن. خیلی منطقی جواب میده. گوش میکنه. داره جلو میفته. نیما خیلی منطقی جواب میده. گفت نه اینو نمیگم. این دندون یه اسبه. خیلی منطقی. تحلیل یه اسب میکنه. این دندون یه اسبه. اسب آره، میان قشنگ ساله چیزه. یا بعد مثلا دندون و رو ببین تنها کسی که استرس نداره نیماست. آره اصلا نشسته ریلکس آمود جان. گوش میکنه. باید بگی دندون که من تاییدت بکنم. تو هیچی نمیگی. آهنگ گوش میکنی. ها 3 برابر. آره دیگه آخریه. یا 2 برابر. آخریه 3 برابر. آخری بازی ماست. آبم بالاست. آخری مونه. آره 3 بله. نه چه کاریه؟ 3 برابر. خیلی خوب 3 برابر. گفتی؟ بله سر گوش به آب دادم. میشماریم با هم. آره من 1 2 3 سری سیبیلشو چرب میکنی. سیبیل چرب کردن. همینا. سیبیل کسی را چرب کردن. نوکرتم. بعد ثانیه
53 ثانیه. آخریشون بود تموم شد. آخری گروه چامانتاسه. به نظرم 9 برابر کنید چون چاپاتانس 3 برابر. نیما بگو 3 برابر. نیما بگو 3 برابر. چاپاتانس هم میتونه باشه. بگو 3 برابر. نیما بازم من؟ نیما 3 سه برابر. برابر. 1 2 3 باد میوزه باد آوردن باد میبره. چند ثانیه؟ چند ثانیه؟ 50 ثانیه. 50 ثانیه. نه باد نمیشه گرد ما جلوترم. نمی‌رسن. عالی بود. و ولی خیلی جلوترم. میریم نمیشه. برای جمع امتیازات. جلوترن تابلو معلومه. 3 2 امتیاز نباید میکردین دیگه. چرا پی ماخریم مرض داریم مگه؟ خودزنی میکردیم؟ ایشون چه انتظارایی دو از تا ما دیگه داره؟ بگی. میخواین دو تا دیگه دو تا دیگه بگی. قبل از که امتیازا رو بدونیم. 2 تا دیگه پانتومیم بریم. دو تا دیگه. بریم. و اگر این فکر دفعه- میکنیم ما بردیم. نه این دفعه شما میتونیم الان برنده اید. خب این دفعه که به نفع شما شد. خانم ولد بگی این دفعه ترتیب نداره. هر کدومتون که دوست دارین، یعنی دیگه به ترتیب حال یکی نه، شما هر کدوم دوست دارین انتخاب کنین بیاد بازی کن. کدوم بهتر بازی میکنین کدوم برنده بهتر. شدن دادی بهشون؟ نه دو بار یه بار یادم قهر نه کدومشو نمیدونیم فکر الان کنین. امتیازمون چقدره. ما برو. جلوییم دیگه برو. قربونت برم. خب الان هم بازم میتونین جلو باشین. میتونستیم بخوابیم همینجا. رامو جان چند برابر؟ چند برابر؟ 2 برابر. اینو بده آقای جواد. دو برابر. دقت ile. موزیک ندارم. پیشنهادت برای دوتا اضافه کنیم یعنی تیمی یه دونه دیگه منظورت. تیمی دوتا. تیمی دوتا. آها. 60 ثانیه وقت دارم. داریم. و میشمارین 1 2 3 رخ، تاون سینی، حلیم، قابلمه، دیگ، دیگ به دیگ میگه رود سیاه. وای این بچه ها شاهکارن، یعنی همون ثانیه اول میفهمن. ماشاءالله. ماشاءالله. خیلی حرفه‌ایه. خیلی خوبن. نیما رفتم باید عید بیام. مبارک. این عید من. خانم ولد بگی 3 برابر. 3 برابر. یادش انداختم. 6 برابر. ثانیه ما چقدر شد؟ 31 ثانیه. 31 ثانیه. بازم جلوان، هر کاری بکنیم جلوان. دیگو نمیفهمیدی؟ دیگو نمیفهمیدی؟ خب. بله من آمادم. دیگو. آره دیگو. و میشمارین 1 2 3 سحر عین ماهی داره رد میشه. ماهی زلال آب. ماهیه. مار نیش میزه. مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه. باریکلا. قرار نبود. که خودم رو گفتم تو خودم مارم. آره. اگر خندوان مسابقه پانتومیم دوباره برگزار کرد تیم شما بیاد حتما. بازم من ببازم. آیلا. می‌بینی من چرا الان اینجوری کردم؟ چون خودم متولد سال مارم الان باید بفهمی ماره. دارم دو. سعی میکنم کسی انتخاب نکنه امتیاز. دو چی شده؟ ثانیه میدونن دارن دیگه. ثانیه هستیم چقدر شد؟ 44 ثانیه. از پانتومیم خوشم اومد. خیلی خوبه بازی کنید. بعد اون خونه. امتیازی الان انتخاب کردم. همش دعوا نکنید. یه خورده بازی. خوشم میاد. میشماریم 1 2 3 آب. دیدی همیشه اومد. آب داره. مثل آب خوردنه برا من. داره آب میخوره. خب آها
گلو آب از گلوش پایین نمیره. دومی دو تا دومی. 2 قورت آب خورد. 2 قورت آب خورد. 3 قورت. 2 قورت و نیم. 2 قورت و نیمش هم باقی مونده. 2 قورت و نیمش هم باقیه. گفتم که چی 2 قورت و نیمش هم باقیه. گفتم به خدا. اصلا فکر نمی‌کردم این باشه. زمان 9 ثانیه. چرا بیا من ریلکس برم. آب می‌خوردی؟ من باید برم نمیدونم تو بدی من به هر برم. چی فکر غیر از این، چون این حالت دعوایی داره. چی شد؟ من آدم شما بفهمید. 3 هر جلسه من دارم هدفون میدم. بله 3 برابر. 3 برابر. بله همه گفتم. چی و اصلا خانواده ما رو 3 برابر برو جلو. برو درسته. انشالله که یکی نمیگید یو با مخ میخورید. چی گفتی؟ گفتم میبرید انشالله. حواسش به همه چی هست. حاضرین؟ میشماریم 1 2 3 اره چاقو مثل چاقو میبره. نوک چاقو نوک چاقو دستو نمیبره. چاقو دسته خودشو نمیبره. این ریلکسی چند امتیاز چند ثانیه مونده بود؟ 42 ثانیه. واو یه دقیقه بشی یه دقیقه بشی گروه هامبورگ گروه هامبورگ نه این هامبورگ چاتاپس 13 امتیاز بابت اجراشون. 13 امتیاز بابت اجراشون. 211 ثانیه داشتن که میشه 7 امتیاز. در کل میشه 20 امتیاز از این مرحله. 11 امتیاز از مرحله قبل میشه 31. سه مرحله 31. نه جلو هم برندن. گروه شاتاپانس 19 امتیاز بابت اجراشون. 289 ثانیه داشتن که میشه 9 امتیاز. جمع این مرحلهشون میشه 28 امتیاز. 6 امتیاز از قبل داشتن. 34 امتیاز. و برنده یه چیزی مونده. یه لحظه، اونجایی که گفتین دوتا رو بدون دونستن امتیاز میخواین اجرا بکنین، اونجا امتیازتون برابر بود 25. یعنی اونجا مساوی بودیم چرا نمیگفتین؟ شما خب اونجا مساوی ما بودیم پیشنهاد بهمون ندادیم. میگفتیم. خودت پیشنهاد دادی خودت خب ایدی دادین به ما. حامد خیلی رفت رفت. من میرم میارمش. حامد رفت. چی حامد؟ ما تو رو خاموش کنیم؟ یار جدید آوردی؟ باختیم. آره مگه میشه؟ چند باختیم؟ 31 34 حامد نه واستا من 31 یه سوال 34 یه سوالی دارم. اگر اون دوتای اضافه رو نمیرفتیم چی؟ مساوی مساوی بودیم. ببین من خسته شدم. سب کن من این نکته بگم. مساوی. نه یه لحظه گوش کن. حامد 3 دوره در مسابقات ادبی همه دیدن. شرکت کرده. هر 3 دوره رو باخته. خب در این دوره الان گفتش که در این امشب گفتش که آقا مهم یاره. ببین چقدر خوب داریم میریم جلو. امشبم باخت. خیلی خوب به افتخار گروه شاتاپانس بهتون تبریک. عید اومده به هم دیگه تبریک بگید. عید اومده به هم دیگه تبریک بگید. تبریک بگید. تبریک بگید. تبریک بگید. تبریک بگید. خدماته این شلوار برای ما شلوار بشونی بازم حامد آهنگی طبق معمول آره. فنومنی خدا حفظ. این شاهکاره. من آهنگی طبق معمول. ببین من این که میاد من از اول تا ته فقط اینجوریه.
یار انتخاب کردی اینجام درد از اولای اینجام واقعا بعد از گرفت. مدت خندیدم. آره اینجا قشنگ اینجام چه فایده وقتی باختی؟ با این کارا نمیتونید به من رویه بدید. آهنگی اسم من هشتگ طبق معمول. خندوانه چرا خوش می‌زنه. اصلا در کمال ناباوری خانم کی فکرشو میکرد شما بردین من باورم نمیشه. مبارکا باشه نیمای فلاح فدای شما. سال جدید با برد شروع کردی این برد رو تقدیم همه ایرانی‌ها میکنم. شهرام با جان تو خوبی عزیزم بازم یار من میشی؟ الکی نگو هیچی نمیشه هیچکی دیگه یار من نمیشه. بیننده های عزیز به مسابقه دقت کنید ببینید من مقصر بودم یا این دوست عزیز که الان اومد. آقای شلوار من اگه بهم بدی میرم خونم. آقا تو پدر ما رو در آوردی خوب نو نیست بالاخره ولی خب من اگه این نباشه چجوری برم خونه؟ حالا الان دیگه تو این شرایط تو بیخیال دیگه خودم چجوری برم حالش خونه؟ بده چجوری برم میبینی خونه؟ چه حالی داره در و دیوار داره سنگ میباره تو هم روش. بدون شلوار برم خونه باشی میرم. برو دیگه عزیز من بشین تو ماشین برو دیگه. الان این فرصت دارین که به یک نفر سال جدید رو تبریک بگین. نیما جونم سالت مبارک. خب من اینجام قبول نیست یکی دیگه. بذار فکر کنم. رفت. حالتون خوبه عیدتون مبارک. کجا به کی باید بگم؟ کجا رفتن دارن فرصت از دست میدن کنه میره خیلی دور. فرصت تبریک رو دارن از دست میدن. آخه به کی باید تبریک بگم؟ ای عزیزی به یه فامیل یعنی یه نفرم ندارید شما همسایه ها به آخه چه فقط به یکی؟ هموطنات خب اون میگه نه به یه نفر به یه خاص نفر. باید تبریک بگی. به نفر خاص. خب من حتی باید گولش هم دادم گفتم سال نوت مبارک. نه، خدا اون به یه میفهمه نفر. کیه. خاله مهری جون اون آهان نه یاد دعواتون افتادین نه خاله مهری آقا بالا داستانش رو میگم اون داره به مامانم عید مبارک پس به مامانت تبریک. مامان جونم سال نوت مبارک دوست دارم. باش مبارک دم درتی تو هم خاله مهری جون سال نوت من گفتم نه بفرم و به افتخار مردم ایران عزیز ایران بله میسی میبری آره؟ خیلی ممنونم از اومدنتون. خیلی ممنون خیلی از شما ممنونم. براتون آرزو میکنم در سال 98 خیلی کیف کنیم. انشالله دمتون هممون گرم. با برد شروع کردیم ما با باخت. نه مساوی شدیم. مثل هر شب از ته دل داد میزنیم که مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. شما خیلی عزیزی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. ایشالا در سال 98 جیبتون پرپول باشه، پر روزی باشین، راضی باشین و در کنار خانواده‌تون باشین، کیف بکنین، همه شادی کنین، فشارها هی کم بشه، مشکلات اقتصادی هی کمتر بشه و همه مریضام از بستر بیماری بلند شن.